دیشب رفتیم فسفود گاردینا، 3 تا غذای اصلی خوردیم: ژامبون تنوری، چیزبرگر و چیتزا. کیفیت غذا قابل قبول بود، خوب بود، خوشمزه بود. میزبانی سالنداری خیلی خوب بود. انواع سس‌ها همه روی میز بودش، تمیز بود همه چی. کنار تمام غذاها سیب زمینی سرخ کرده گذاشته بودن و به نظر من خیلی خوب بود. حالا برای 3 تا غذای اصلی 973 تومن. با توجه به شرایط اقتصادی کشور حالا میتونیم بگیم دیگه همینه دیگه، زیاد شده، ولی خب به هر حال دلار هم همینجوری در حال بالا رفتنه و تاثیرشو میذاره. اما فسفود گاردینا قابل قبول بود همه چیش.